هنگامی که شیطان رانده شد و هنگامی که حضرت آدم علیه السلام مشرف به 10 صحیفه شدن، خدای تبارک و تعالی برای آدم 10 صحیفه داد تا اینکه انسانها را، مخلوق را برای خالق آشنا بگردانند، تا اینکه انسانها را بفهمانند که در دنیا روی یک هدف خلق شدن. آدم علیه السلام 10 صحیفه گرفت. شیطان به پیشگاه الله عرض کرد، گفت ای الله آدم را 10 صحیفه دادی، وسیله دادی که تا اینکه انسانها را هدایت کند. 10 صحیفه کلام خداست، ولی برای من چی دادی؟ برای من هم باید وسیله بدی. برای آدم وسیله دادی تا اینکه انسانها را راهنمایی کند به سوی بهشت، ولی من که میگه قسم یاد کردم که ولأغوینهم اجمعین، این انسانها را همه را گمراه میکنم، وسیله و اسباب گمراهی را برای من هم فراهم کن. الله سبحانه و تعالی برای شیطان گفت تو هم که درخواستی کردی، برای تو هم یک وسیله میدهم تا اینکه انسانها را گمراه کنی. برای شیطان الله چی وسیله داد؟ در روایات میاره مزمار، یعنی آله و اسباب موسیقی را الله به خدمت شیطان گذاشت تا اینکه انسانها را گمراه کند. و بعد بزرگان میفرمایند کتاب خدا، چی تورات در زمانش و چی انجیل در زمانش و چی زبور که در زمانش و صحف 100 صحیفه‌ای که برای انبیای خدا نازل شد، اینها و در این عصر و زمان من و شما و برای هدایت من و شما که قرآن آمد، اینها کتاب‌هایی است که الله را و قرآن کتابی است که الله اینها را به وسیله هدایت انسانها فرستاد، ولی وسیله گمراهی انسانها چیست؟ همین آله و اسباب موسیقی هست. امروز چقدر محافل ما، مجالس ما، عروسی های ما چقدر آلوده شده هست. برای چی؟ دعوت شیطان. شیطان میآید در محافل ما جا میگیره و بعد هم میگوییم النکاح سنتی، نکاح سنت است. در کنار سنت پیامبر شیاطین را آوردیم، افراد شیاطین را آوردیم. خلاصه این که دعوت و تبلیغ شیاطین را برگزار میکنیم. ولی امروز ای عروس و داماد، ای فامیل های بزرگوار، برادر عزیز ما جناب آقا صاحب سید یوسف جان و همچنین برادر دیگر ما جناب آقا صاحب سید حسین جان که هستن، یا جان یا خان هر کدام را که اطلاق بکنیم، امروز شیاطین را ناامید کردن. شیاطین جنی و انسی امروز ناامید هست. شیطان الان گریه می کند، شیطان الان به سر و صورت می زند که بعد از سالها، هفتهها، ماهها ما انتظار می کشیدیم که عروسی برادر عزیز ما سید اسماعیل جان می آیه، او انتظار می کشیده که این عروسی باید به موسیقی آغاز بشه، ولی شیطان امروز گریه می کنه که این عروسی با تلاوت قرآن آغاز شده، این عروسی با سخنرانی علما آغاز شده، این عروسی با قال الله و قال الرسول آغاز شده. در این لحظه شیطان با سر و صورت میزند. بناهن باید که افتخار به چنین عروس و داماد، افتخار به چنین محافل و مجالس اسلامی هست. چه شخصیت های بزرگوار اینجا نشسته هستند؟ علما، بزرگا، مفتی صاحب ها، شیخ الحدیث ها، روحانیون، انسان های مخلص، متدین. باور کنید خواهرانی به این محفل حضور دارند که اصلا و ابدا شاید تالار را ندیده باشند. شاید اصلا و ابدا او خواهرها به پای محفل شادی و سرور، خلاصه به پای ساز و سرود ننشسته باشند. جناب مولانا تشریف بیارید بالا.
بناهن خواهر با تقوا به این محفل حضور پیدا میکنه، برادر با تقوا به این محفل حضور پیدا میکنه، شیخ الحدیث و تفسیر به این محفل حضور پیدا میکنه. این محفل چیست؟ این خوشبختی عروس و داماد را نشان میداد. مبارک باد با تو برادر، مبارک باد با تو خواهر که تو گردن شیطان را شکستی و آمدی محفل خود را محفل قرآنی و اسلامی ترتیب دادی. آیه و حدیثی که تلاوت کردم به طور خلاصه و فشرده ترجمه میکنیم، میدانیم در لحظات اخیر محفل قرار داریم. اینه که الله سبحانه و تعالی انسان را و جایگاه انسان را معرفی میکند. انسان چی جایگاهی دارد؟ آیا لحظه فکر کردیم که ما دارای چی جایگاهی هستیم؟ وقتی میگیم انسان، اطلاق برای خواهر و برادر می شود، خواهرایی که صدای ما را می شنوند. وقتی میگیم انسان، بنده الله، به درگاه الله شرط مرد و زن نیست که به درگاه الله امتیاز مردها بیشتر باشد نسبت به زنها. اصلا چنین مسئله در بخش به درگاه الله سبحانه و تعالی نیست. به صحرای محشر، به داخل شدن به بهشت و مشرف شدن به لقای پروردگار اصلا قضیه مذکر و مؤنث مطرح نیست. این که در دنیا یک زن شده و یک مرد شده تا این که این دنیا از مسئله توالد و تناسل و مسئله زندگی دنیا پیش بره، ولی این را باید بدانیم کدام یک به نزد الله ارزش دارد. زن بیشتر ارزش دارد یا مرد؟ در ما بحث محفل عروسی ترتیب میدیم، تنها خیلی جالبه که محفل عروسی بعضی برای تنها مختص برای داماد تبریکی میدن. نه، محفل عروسی به این محفل سنتی و این نکاح طوری که برای جوان پسر گفته شده ان نکاح سنتی، برای دختر هم گفته شده ان نکاح سنتی. مثل که نکاح برای مرد سنت هست، برای زن هم سنت هست. احکام اسلامی و شرعی اینها برای زن و مرد تطبیق میشه. به صحرای محشر و همچنین در دنیا وقت مسائل عبادی پیش می آید، تنها مسئله مردها نیست. بناهن وقتی امروز عروسی اسلامی هست، هم ای برای برادر ما اسماعیل جان عروسی اسلامی هست، هم برای خواهر با عزت و با عفت ما دوشیزه سادات هم مسئله اسلامی هست. هم برای اون ملائکه رحمت میفرستند، هم برای داماد هم برای عروس. ملائکه تا به آسمان الان دعا میکنن که ای الله به عروس و داماد این محفل برکت خدا باد، رحمت خدا باد، فیوزات و برکات رای الله با این محفل نازل بگردان. این دعای ملائکه و دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای پسر و دختر هست. بناهن الله سبحانه و تعالی ما را متوجه می سازه که ای مرد، متوجه باش که تو مرد شدی، از مقام مرد بودن خوب الله نزدیک نمیشی. و او زن که زن شده از مقامی که زن هست نیست که از درگاه الله پایین تر باشه. چقدر زنها، 4 زنی که به درجه کاملیت رسیدن، حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها، حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها، حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها و حضرت مریم رضی الله تعالی عنها رضوان الله علیهن اجمعین. رحمت خدا بر این زنهای کامل باد که اینها به درجه کاملیت رسیدن. ببینیم که وقتی یک زن ارتباط برقرار میکنه با الله سبحانه و تعالی، حضرت آسیه از کجا ارتباط برقرار میکنه؟ از داخل قصر فرعون، از آغوش فرعون، از کنار فرعون، خلاصه از خانه‌ای که او خانه هر لحظه صدا میکرد انا ربکم الاعلی. فرعون میگفت من خدای والا و بالا هستم. فرعون به مقام و به جایگاهی در دنیا دست یافته بود که هیچ
هیچ کس در مقابل فرعون استادگی نمی کرد، ولی از آغوش فرعون کسی که ارتباط با الله برقرار میکنه آسیه هست. سروران عزیز و بزرگوار، بناءً وقتی به درگاه الله سبحانه و تعالی هر انسانی که راه پیدا کنه او راه پرسان نمی کنه تو زنی یا مرد، او راه نگاه میکنه چگونه قلبی داری. اگر قلب تو مثل قلب آسیه بوده به درگاه الله راه پیدا میکنی، مقام و ارزش پیدا میکنی. اگر خدای نخواسته قلب تو با وجود مرد بودن قلب فرعونی بود، قلب قارونی بود، قلب هامانی بود، اینجا چه کار میشه؟ اینجا انسان بدبخت دنیا و آخرت میشه. بناهن باید که چون محفل عروسی شما برادرها در نمازهای جمعه خیلی شرکت میکنید و در پی سخنرانی های علما می نشینید و گوش میکنید، خواهرها محروم هستن از صحبت علما، خواهرها برایشان دین کمتر میرسه و ما مردها همان قدر غیرت نمی کنیم که وقتی از نماز جمعه میاییم فامیل را بنشانیم 20 دقیقه هم وقت خود را صرف کنیم برای خواهرها بگوییم. چون امروز محفل خواهرها حضور دارن و صدای مرا میشنون، بیشتر صحبت من اختصاص برای خواهرها هست. بناهن برای خواهر مسلمان میگویم که آسیه از خانه فرعون، از آغوش فرعون، از خانه‌ای که میگفت انا ربکم الاعلی، ارزش پیدا کرد که میگفت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه. فرعون برای آسیه میگه ای آسیه قصری میخواهی برای تو میسازم، اگر خانه میخواهی که خلاصه برای تو خانه بسازم که به دنیا هیچ کس نداشته باشه، ولی تو چه کار بکن؟ بیا مرا به خدایی بپذیر، بیا مرا به عنوان خدا قبول بکن. من خدای بالا و بالای این همه مخلوق هستم، ولی تو همسر هستی سرباز میزنی. خلاصه آسیه قبول نمیکنه. به جای میرسه که حضرت آسیه را فرعون چنان شکنجه میکنه و سختترین شکنجه را بر سر آسیه میاره، ولی آسیه قصر دنیا را انتخاب نمیکنه، آسودگی های دنیا را انتخاب نمیکنه، زرق و برق دنیا را انتخاب نمیکنه. چی میگه رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، ای الله به کنار تو من قصری میخواهم، به بهشت قصری میخواهم، قصری که ساخته دست بشر باشه نمیخواهم، قصری میخواهم که احکم الحاکمین ساخته باشه، قصری میخواهم که عادل العادلین ساخته باشه. این ندای آسیه هست، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه. ولی امروز خواهر مسلمان کجا میره؟ خواهر مسلمان دنبال مد و متپرستی، خواهر مسلمان دنبال زرق و برق دنیا، خواهر مسلمان فقط زرق و برق دنیا او را فریب داده. خواهر مسلمان چقدر امروز نافرمانی الله را میکنه. خواهر مسلمان او مسلمان هست. وقتی میگیم خواهر مسلمان یعنی خواهر مسلمان در مکتب آسیه درس خوانده، خواهر مسلمان در مکتب خدیجه درس خوانده، خواهر مسلمان در مکتب فاطمه درس خوانده، خواهر مسلمان در مکتب عایشه صدیقه و زینب و ام کلثوم درس خوانده. امروز چرا خواهران مسلمان اینقدر دنبال مدهای غربی و اروپایی رفتن؟ لباس خود را خواهر مسلمان یک نگاهی بکنه که آیا این لباس شباهت به لباس فاطمه الزهرا داره؟ آیا این قیافه خواهر مسلمان آیا به قیافه عایشه صدیقه شباهت داره؟ بنان باید خواهر مسلمان یک لحظه متوجه باشه، ارتباط با الله برقرار کنه. تو خواهر مسلمانی که به محفل سنتی آمدی، تو خواهر مسلمانی که آمدی تا این که وعظ و نصیحت و دعوت و تبلیغ را بشنوی، داخل این کارت ها تحریر شده بوده، در داخل این کارت ها آمده که محفل به صورت سنتی برگزار میشه. وقتی تو خواهر خبر داشتی که این محفل سنتی هست، باید خود را آماده کنی بر طریقه عایشه صدیقه، باید خود را آماده کنی بر طریقه فاطمه الزهرا، زینب و ام کلثوم، زنان مسلمانان صدر اسلام.
مسلمان. بناهن توصیه برای خواهران مسلمان این را دارن. حضرت نائله همسر حضرت عثمان هست رضی الله تعالی عنهما. این زن و شوهر حضرت عثمان زمانی که یاغی‌ها و انسانهای ظالم و انسانهای از خدا بیخبر بر خانه حضرت عثمان هجوم می آورند، زمانی که حضرت عثمان را بر سر قرآن شهید می کنند، قبل از شهادت حضرت عثمان همسر حضرت عثمان متوجه میشه که شمشیرهای عجیب و غریبی بر سر عثمان پایین می آید. اینجا حضرت نائله خوب گوش کن خواهر مسلمان و برادر مسلمان، این صدا و ندای عثمان را که برای همسر خود چی پیامی داره این را برسانید به خانه. خواهران بیشتر دقت کنن. حضرت عثمان هنگامی که مورد هجوم دشمنان قرار میگیره، در آن اثنا حضرت نائله شمشیر بر میداره، در مقابل انسانهای از خدا بیخبر شمشیر میزنه. در اثنای شمشیر زدن قدیفه حضرت نائله بر شانه ها از او میفته. امروز چقدر قدیفه های خواهرها سر نادور شده، امروز چقدر خواهرها با حجاب اسلامی بی توجه شدن. حضرت نائله شمشیر میزنه در اثنای جهاد و مبارزه، قدیفه حضرت نائله بر شانه ها میفته. حضرت عثمان متوجه میشه، حضرت عثمان فریاد میزنه. ببینید غیرت خلیفه سوم اسلام را، ببینید غیرت یک با ایمان و با شجاع و با غیرت را. صدا میکنه که ای نائله، ای نائله، عثمان دوست داره که سرش از تن جدا بشه، ولی موی سر نائله را مردان اجنبی نبینه. چقدر سروران من غیرت داشتن، چقدر ایمان داشتن، چقدر وجود اینا مملو از ایمان بود. ای نائله، عثمان سری و از تن جدا بشه ولی موی سر تو را اجنبی نبینه. فریاد میزنه عثمان بر نائله که قدیفه را بپوش. بر اثنایی که نائله قدیفه را بر سر میکنه، حضرت عثمان را بر سر آیه فسیکفیکهم الله به درجه شهادت میرسانن. این است عزیزان من غیرت یک مسلمان، شجاعت یک مسلمان. این است کسانی که در مکتب ابوبکر و عمر و عثمان و علی درس خواندن. بناهن باید خواهرها در این قضیه متوجه باشند. در کشورهای اروپایی نگاه کنید، اگر یک زن غیر مسلمان او قدیفه داشته، بیایید برای من بگویید او زنی که سر لق میکنه خدا نداره، او زنی که آستین لق میکنه دین نداره، او زنی که بی حجاب رسول الله از غم از او گریه نکرد، ولی به خاطر تو زن مسلمان رسول الله شبها تا صبح گریه میکردن. ای الله امت مرا بی حجاب نکن، ای الله امت مرا بی عفت نکن، ای الله امت مرا شرمنده نگردان. رسول الله از غم تو خواهر مسلمان گریه کردن، رسول الله به خاطر غیرت تو جوان مسلمان گریه کردن، یک شب تا صبح دعا میکردن ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ای الله اگر اینها را عذاب کنی اینها بندگان تو هستند و اگر اینها را تو ببخشی ای الله تو عزیزی، ای الله تو رحیمی، ای الله تو مهربانی. بناهن خواهر مسلمان یک دقیقه باید فکر کنه که لباس عایشه صدیقه چگونه بوده. حضرت عایشه صدیقه میآیند وقتی رسول الله فوت میکنن، میآیند بر سر مرقد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بر سر عایشه صدیقه چادر نیست، جلباب نیست، ولی روسری قدیفه هست. عایشه صدیقه آستین کوتاه نبود. عایشه صدیقه با حجاب اسلامی می آمد سر قبر شوهر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از لحظات و بعد از مدتی حضرت ابوبکر صدیق از دنیا تشریف می برند، در کنار رسول خدا دفن می شوند. عایشه صدیقه باز هم چادر نمی پوشه. حجره عایشه در کنار خلاص مرقد رسول خدا است. در آن اثنا وقتی بعد از لحظات حضرت عمر از دنیا تشریف میبرند، حضرت عمر در کنار ابوبکر صدیق دفن میشن. عایشه صدیقه بعدن جلباب، روسری، چادر بر سر میگذاره، میآید در کنار مرقد رسول خدا، در کنار مرقد شوهر و پدر خود می نشینه. بسیار آرام، بسیار سکوت. آنجا وقتی برمیگرده
میگرده زنان مدینه پرسان میکنن ای ام المؤمنین، ای عایشه صدیقه، انوس که عمر در اینجا دفن نشده بودن شما چادر نمی پوشیدید، شما رو را نمی گرفتید، چرا وقت حالا روسری می گذارید و اینها؟ حضرت عایشه میگه حیا من عمر. حضرت عایشه میگه من حیا می کنم از عمر. امروز تو زن مسلمان، امروز زنان مسلمان از زنده ها حیا نمی کنند. من وسط راه گشت و گذار روزی 1-2 مرتبه مدرسه و خانه می آیم، باور کنید چنان خواهران مسلمان را به حالت بی‌حجابی می بینم این حدیث به یادم می آید الله اکبر، این خواهر کو 1 قدم هم دنبال عایشه نرفته، این خواهر کو 1 قدم هم دنبال فاطمه الزهرا نرفته. از جمله وصایای فاطمه الزهرا برای حضرت علی کرم الله وجهه اینه که می فرمایند ای علی، از جمله وصیت ها اینه ای علی مرا به نیمه شب دفن کن. چرا ای خیر النساء اهل الجنه، چرا شما را در شب دفن کنم؟ فاطمه الزهرا میگه در حیات من کسی قد بالای مرا ندیده، نمیخواهم داخل تابوت هم کسی قد قیافه مرا ببینه. تو خواهر مسلمان که صدای مرا میشنوی، خوشبختی تو به پیروی از عایشه صدیقه هست، خوشبختی تو به اینه که پیروی از خیر النساء اهل الجنه از فاطمه الزهرا بنمایی. آیه هست یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا. شما را قبیله گردانیدیم، شما را مذکر و مؤنث گردانیدیم، شما را خلاصه در بین جامعه با طبقات و گروه های مختلفی قرار دادیم لتعارفوا، تا این کم دیگر را بشناسید. امتیاز به نزد الله چیست؟ به نزد الله چی کسی ارزش داره؟ ان اکرمکم عند الله یتقاکم. کسانی که با تقوا تر باشن، کسانی که خدا ترستر باشن، کسانی که در دلشان خشیت الهی بیشتر باشه. به صحرای محشر فرعون به سر و صورت میزنه، چون جای فرعون جهنمه. فرعون مرد بود. به صحرای محشر قارون بر سر و صورت میزنه و فریاد میکنه یا لیتنی کنت ترابا. ولی جایگاه آسیه کجا هست؟ بهشت پروردگار، جایگاه عایشه و زینب و ام کلثوم و خلاصه زنان صدر اسلام. ولی جای ابو جهل و ابو لهب کجاست؟ جهنم. بناهن خواهرها باید این را متوجه باشن که به نزد الله کسی ارزش داره که با تقوا تر باشه، کسی ارزش داره که خدا جوتر باشه، کسی ارزش داره که با حجاب تر باشه، با عزت تر باشه و با عفت تر باشه. این به نزد الله ارزش داره. حدیث دیگری رسول معظم اسلام میفرمایند زنی که 5 وقت نماز را بخوانه، روزه رمضان را بگیره و اطاعت از شوهر بکنه، به صحرای محشر از هر دری که میخواه وارد بهشت شود. این امتیاز، این بشارت برای مردها داده نشده. مردها خلاصه باید مو به مو احکام اسلامی را اجرا کنن. این مژده و بشارت برای خواهر داده شده که زن مسلمان 5 وقت نماز بخوانه، روزه رمضان بگیره، اطاعت از شوهر بکنه، به صحرای محشر از هر دروازه‌ای که میخواه وارد بهشت بشه. پس بناهن اگر خواهرها یک لحظه متوجه شوند، یک لحظه متوجه دین و اسلام و قرآن، خود را توجه کنن نسبت به احکام دین و اسلام و قرآن، ببینن چی جایگاه پیدا میکنن، چی ارزش پیدا میکنن. بناهن خواهر مسلمان متوجه باش که از تو پیامبر و ازواج مطهرات توقع این را دارن که در شرایط کنونی بی حجاب نشی. بی حجابی یعنی ذلت، یعنی خاری، یعنی بدبختی، ولی با حجاب یعنی با عزت، یعنی با عفت، یعنی پاک دامن، یعنی خوشبخت دنیا و آخرت هست. بناهن این زرق و برق های دنیا، این فیلم ها و سریال های امروزی خواهران را فریب ندهد. او که به سریال کار میکنه، به فیلم کار میکنه، اگر سرش لوچه، پایش لوچه، خلاصه او دین نداره. او کسیه که الله برای از او گفته ولهم عذاب مهین، عذاب علیم، عذاب مهین.
عذاب دردناک خدا دامنگیر از او میشه. ولی برای تو خواهر مسلمان گفته والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم ادخلوا الجنه. جایگاه تو خلاصه بهشت هست. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اویی که خدا را قبول نکرده، تکذیب کرده، برای اون نار گفته شده. تو که خدا را قبول کردی، عمل صالح انجام میدی، به محفل سنتی آمدی، خواهان از این هستی که با عزت و با عفت زندگی کنی، برای تو گفته اولئک اصحاب الجنه. اینها صاحبان بهشت هستند، اینها اهل بهشت هستند. الله سبحانه و تعالی برای خواهر و برادر توفیق عمل عنایت بفرمایه. برای خواهرای ما حجاب اسلامی، عزت و عفت و پاک دامنی عنایت بفرمایه. الله سبحانه و تعالی برای این دو نوجوان خوشبخت ما، برای برادر عزیز ما اسماعیل جان سادات و برای خواهر با عزت و با عفت ما دوشیزه سادات، الله عمر با خیر و با برکت عنایت بفرمایه. الله سبحانه و تعالی ثمره عمرشان را اولاد صالح و که باقیات الصالحات بگردن عنایت بفرمایه. الله سبحانه و تعالی برای جوانان عزیز ما، پسر و دختر که تا به حال به این سنت نائل نشدن، توفیق بده که محفل خود را و زندگی خود را بر طریقه جناب محمد رسول الله برگزار کنن. محفل خود را کاری نکنن که در اونجا دعوت شیطان بیایه. با اول یاد کردیم که آدم وقتی که خدای تبارک و تعالی برایشان 10 صحیفه داد، شیطان هم درخواست کرد که برای من یک وسیله بدی که انسانها را گمراه کنم. الله سبحانه و تعالی چی گذاشت؟ از حاضرین مجلس پرسان میکنم. موسیقی را گذاشت. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. در تحت این آیه مبارکه تفسیر حضرت علامه آلوسی رحمت الله علیه می نویسه، میگه موسیقی در تمام ادیان حرام بوده. در تمام ادیان موسیقی حرام بوده، ولی امروز برای جوانها ما چی میگن؟ میگن این قضای روحیه. خیلی جالبه، یک برادری اگر ایت یک گلاس زهر بگیره بگه من می نوشم، فوراً 3-4 نفر دست از او میگیرن. خیلی جالبه. حالا که گلاس زهر بخوره چه کار میشه؟ میموره، جسماً کشته میشه و از بین میره. به همین ترتیب صحرای محشر و اینها امیده که خدای تبارک و تعالی او ببخشه و عفو کنه. بنان اگر یک نفر ببینیم گلن تیل داره بر سر میریزه، فوراً دست او میگیریم. یک نفر مای خور از یک پارتمان بندازه، فوراً دست او میگیریم که برادر خودکشی گناه داره برادر، در حالتی که جسم آنقدر ارزش نداره، روح ارزش داره. روح خیلی مهمه. امروز موسیقی میگن قضای روحی، حالان که موسیقی قضای گلاس زهریه که وقت انسان گوش میکنه مثل از اینه که گلاس زهر بر حلقوم روح میریزه، روح میکشه. زهر چقدر با جسم تاثیر بدی میگذاره، موسیقی هم بر روح چنینه. قضای روح الا بذکر الله تطمئن القلوب. قضای روح ذکر پروردگاره، قضای روح یاد پروردگاره، قضای روح اینه که انسان بنشینه لحظات فکر کنه که من به این دنیا به چی واسطه بیامدم، به چی واسطه میرم. در این جمع ما طفلای 3-4 ساله هم هستن، بزرگای 70-80 ساله هم هستن. عمرهای 100 سال پیش هیچ کدام ما نبودیم، 100 سال بعد هم هیچ کدام ما نیستیم. عمری که ابتدا و انتها از اون معلوم نیست 100 سال باشه یا نباشه. کرای از این میکنه که ما بر روح خیش و بر حلقوم روح ما زر بپاشانیم و او از بین ببریم. بناهن هر جایی که محفل موسیقی از لحاظ شرعی کسانی که میتونن او منع کنن و کسانی که نمیتونن، لا اقل محفلی که در اونجا ساز و سرود و موسیقی جایی که دعوت و تبلیغ شیطان هست، لا اقل جلسه انسان باید ترک بکنه. هم نشانه ایمانه. الله سبحانه و تعالی برای همه توفیق عمل عنایت بفرمایه. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.